از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند: خدای تعالی روز قیامت می فرماید: ای فرزند آدم، من بیمار شدم، تو من را خبر نگرفتی؟ بنده گوید: خداوندا، من تو را چگونه خبر می گرفتم؟ حالا آنکه تو پروردگار جهان هستی. خداوند گوید: آیا ندانستی که فلان بنده من بیمار شد؟ اگر تو او را خبر می گرفتی، در آنجا به رحمت من سزاوار می شدی. خداوند گوید: ای فرزند آدم، من از تو خوراک خواستم، تو من را خوراک ندادی؟ بنده گوید: خداوندا، من تو را چگونه خوراک می دادم، حالا آنکه پروردگار جهان هستی. خداوند گوید: آیا ندانستی که فلان بنده من از تو خوراک خواست؟ اگر تو او را خوراک می دادی، حاضر اجر او را از من می گرفتی. خداوند گوید: ای فرزند آدم، من از تو آب خواستم، تو من را آب ندادی؟ بنده گوید: خداوندا، چگونه من تو را آب می دادم که حالا آنکه تو پروردگار جهان هستی؟ خداوند می گوید: فلان بنده من از تو آب خواست، پس تو او را آب ننوشاندی؟ اگر به او آب می نوشاندی، حاضر اجر آن از من می گرفتی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.